سلام بینندگان عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. امروز 13 مارس است و نخست نگاه برنامه‌گویی مطالب برنامه. در تاجیکستان از کوری خبرنگاران در خوب بازتاب نکردن درگیری در مرز با قرغیزستان ناراضگی کردند. روزنامه‌نگاران تاجیک میگویند عیبی آنها نبود. و اگر که ژورنالیست‌های تاجیک مراجعت می‌کردند به وزارت‌های گوناگون، عموما هر نهادی که مراجعت می‌کردند یگان معلومات دسترس کردن نمی‌تونستند. نبرد سخت برای بخموت، اوکراین و روسیه از وضع مشکل میگویند و تحلیلگران نظامی از تلفات زیاد دیدن هر دو جانب. و 10 مهاجر تاجیک از آن شکایت دارند که نمیتوانند حق کارشان را در ماریوپول از کارفرما بگیرند. نان خوردن نداریم، آب اینجا پولی است، چه بگویم، آبی رکوینا را خوردن نمیشود. انتقاد یک نماینده دستگاه پرزیدنت تاجیکستان از کاری روزنامه‌نگاران هنگام بازتاب مناقشه مرزی با قرغیزستان بعضی واکنش‌های را به میان آورد. مسرور عبدالله‌زاده در روز مطبوعات تاجیک گفت خبرنگاران نتوانستند موقع کشور را در روزهای نزاع با قرغیزستان درست بازتاب دهند. اما برخی خبرنگاران به این راضی نیستند و میگویند این مقامات دولتی بودند که سر وقت اطلاع را به رسانه‌ها ندادند. جزئیات موضوع در گزارش مولا رجب یوسفی و نگاره فضل‌الدین. ایدی مطبوعات با حضور ده‌ها خبرنگار و نمایندگان دولت در برابر ستایش امسال تنقید هم صدا داد. مسرور عبدالله‌زاده یکی از مشاوران دستگاه پرزیدنت گفت در روزهای نزاع با قرغیزستان موقع تاجیکستان با زبانهای خارجی کمتر بازتاب یافت. عبدالله‌زاده در حضور ده‌ها خبرنگار به ضرورت روزنامه‌نگاران صاحبی و داننده زبان خارجی تاکید کرد. خبرگزاری از پلوس یکی از کمترین رسانه‌های محلی تاجیکستان است که نزاع مرزی با قرغیزستان را وسیع انعکاس می‌کند. در روزهای مناقشه بهمنیار ندیروف و همکارانش چند شب را در دفتری کاری روز کردند. وی میگوید ریشه مشکل در نداشتن معلومات بود. و اگر که ژورنالیست‌های تاجیک مراجعت می‌کردند به وزارت‌های گوناگون، مثلا وزارت تندرستی وابسته به شماره هلاک شدگان و مجروح شدگان، یا که قشون‌های سرحدی وابسته به وضعیت مرز، یا که وزارت کارهای داخلی، عموما هر نهادی که مراجعت میکردن یگان معلومات دسترس کردن نمیتونستن. حتی گویم مقامات اجرایی محلی که پیشتر پریس سکرترشون یا که رئیس جماعت یا که یگان نماینده حکومت شهر و ناحیه که پیشتر میتوانستن یگان گپ گویند یا که میگفتن که وضعیت چه خیلی است، حتی همونها هم دیگر نمیخواستن صحبت کنند. در هر مناقشه مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان بحثی رساندن اطلاع داغ می شود. برخی ها از شکست تاجیکستان در جنگ اطلاعاتی میگویند و تنقید اخیر گویا اشاره به سبب آن است. хотя خارجگی قبضنام گفتم که همین برای چه خیلی شد، بلکه действительно در زمانی که مناقشه سر شد یکم درجه اطلاعات از این طرف اومد. شما دیر کردید، شما عموما هیچ کس نمیدید و جهان уже اون طرف قبول کرد. جهان уже فکر کرد که اما شاید اینو یکم دادن грамотно быстро و پورا کرد دادن همون طرف گرفتن. معلومات باشد دوباره کار کردن ممکن است. خبرنگاران تاجیک همانا راه حل را در دسترسی به اطلاع می‌بینند. مهم این دسترسی به اطلاعات است، یعنی که همون چند یک رسانه‌ای که با زبان روسی می‌نویسد، با تاجیکی می‌نویسد، با انگلیسی، همین دو سه رسانه داریم ملی. وقتی که اطلاع دسترس است، ما شماره کم هم باشد داریم ژورنالیستایی که می‌توانند همون اطلاع را رسانند. انتقاد مقامدار دولتی از خبرنگاران در حال صدا می‌دهد که سالهای اخیر روزنامه‌نگاران از فشارها شکایت دارند. سال گذشته 7 و ماه مارس امسال باز یک خبرنگار بازداشت شدند. وضعی که به باور روزنامه‌نگاران به کار و روح و روان آنها ضربه می‌زند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه. و در همین حال ماموران امنیتی اتهامی ضد روزنامه‌نگار دیگری دستگیر شده تاجیک خورشید فوزیلوف را اعلام کردند. برادرش خوشبخت فوزیلوف میگوید او به دعوت عمومی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی گمانبر است، ولی نه خودش و نه پیوندان این اتهام را قبول ندارند.
همکارم میرزانبی خالقزاد سرنوشت این خبرنگار را پیگیری دارد و در استودیو با ماست. درود بر شما. آیا مقامات امنیتی پنجکن چی میگویند؟ به چه دلیل چنین اتهامی سخت به خبرنگاران اعلام کردند؟ واقعا درست میگه شالا کوشش های زیادی ما برای گرفتن شرح مقامات امنیتی پنجکن تا این دم بی نتیجه بود و دلیل آنها برای اعلان اتهام معلوم نیست. اما خوشبخت فاضلوف 13 مارت به رادیو آزادی گفت برادرش را روز یکشنبه و در حضور وکیل مدافع دیده است. خوشبخت فاضلوف میگوید که برادرش از سلامتیش شکایت نداشته است، در سر و روی آثار شکنجه هم دیدن نمیشد، اما اندک لاغر شده است. با گفته خوشبخت فاضلوف مقامات خورشید را به دعوت عمومی برای از راه زور تغییر دادن ساخت کنستیونی با استفاده واسطای اخبار عامه و یا شبکه‌های اینترنتی متهم کردند. این اتهام بسیار جدی هم هست و بر اساس بند قانون جنایی ممکن است فرد گناهکار را از 3 تا 8 سال به زندان محکوم کنند. خود خورشید با گفته برادرش اتهام را کاملا رد کرده و آن را تهمت ناحق در حق خودش نامیده است. واقعا قبل از برنامه گفتید که معرکه در فیسبوک برای بدنام کردن خورشید فاضلوف راه اندازی شده است. آیا مثل تجربه های پیشین است نوشته های از نام افراد با نام های نامعلوم و عجیب و غریب؟ ببینید شالا شخص با نام شرف کریموف در فیسبوک ادعا کرده است که گویا او به تمجید از مقامات مشغول بوده است، هرچند دلیل در این باره نآورده است. عین زمان این فرد نوشته است که خورشید فاضلوف به قبل او راه غلط را انتخاب کرده و مردم فریبی دست زده است و دانشگاهی را هم ختم نکرده است. این نوشته خویشاوندان روزنامه‌نگار را شدیداً نگران کرده است و خوشبخت فاضلوف میگوید که برادرش دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده، از طرف مقامات در پنجکن هم برای کارش افتخارنامه دریافت کرده است. و خورشید فاضلوف را روز 6 مارت امسال یعنی یک هفته پیش در شهر پنجکن دستگیر کردند و در رسانه‌های داخلی کار میکرد و بیشتر در مسائل اجتماعی بخصوص مشکل مردم و کمبود مقامات مینوشت. طوری میدانیم شالا در یک سال اخیر در تاجیکستان 7 خبرنگار و بلاگر دستگیر و از 7 تا 20 سال زندانی شدند و سازمان‌های بین‌المللی هم از جمله سازمان امنیت و همکاری در اروپا و کمیته دفاع از خبرنگاران و نمایندگان کشورهای غربی حکومت را به فشار افزاینده به خبرنگاران تنقید کردند. ولی مقامات تاجیکستان میگن خبرنگاران به همکاری با سازمان‌های ممنوع گناهکار شدند. این است. تشکر برای صحبت. بینندگان عزیز یادآور میشم همکارم میرزانبی خالقزاد درباره اتهام به ضد خورشید فاضلوف خبرنگاری 37 ساله تاجیک صحبت میکرد که به دعوت به سرنگونی حکومت متهم شده است. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. نیروهای اوکراین روز 13 مارت در گزارش گفتند در 24 ساعت گذشته حمله های روسیه را در بخمود و اطراف آن برگرداندند. بنا به این گزارش با وجود تلفات زیاد نیروهای روسیه به حمله های پیهم به شهر ادامه میدهند. ستاد کل ارتش اوکراین میگوید در چند منطقه دیگر اطراف بخمود، لیمان، آفدیفکا، مارینیکا و شاختیورسک درگیری های سخت ادامه دارد. تاس خبرگزاری دولتی روسیه روز 12 مارت از قبل یوگنی پریگوژن رئیس سازمان نظامی واگنر نوشت ارتش اوکراین به بخمود ذخیره های زیاد میفرستد. ادعای هر دو جانب را مستقلانه تصدیق کردن امکان ندارد، اما تحلیلگران نظامی میگویند هم روسیه و هم اوکراین تلفات زیاد دیدند. در همین حال گروهی از مهاجران تاجیک در ماریوپول اشغال شده از سوی روسیه شکایت دارند که آنها را فریب داده و حق کارشان را نمیدهند. این مهاجران که برخی ماه اکتبر و گروه دیگر ماه دکبر با وعده پول خوب برای بازسازی این شهر برده شدند، میگویند حالا پول ندارند که به مسکو یا دوشنبه برگردند. موضوع زرانگیز نوروشو ادامه میدهد. نانی خوردن نداریم، آب اینجا پولی است، چخیل گویم آبی رکوینا را خوردن نمیشود. آب نرخ 3 روبله حاضر ما نداریم، همون قدر وزموجسی 10 روبله که ما آب بخریم در همینجا. این مهاجری تاجیک چند ماه پیش با وعده معاش و شرایط خوبی کار به ماریوپول اوکراین کوچید که اکنون زیر تصرف روسیه است، اما در وضعیت بد قرار گرفته است. او و 10 مهاجری دیگر از آن شکایت دارند که نمیتوانند مزدشان را از کارفرما بگیرند. آدمایی هستند که از ماه اکتبر یا اینکه سپتامبر اومدگیان
تا ماه دکبر پولو راسشاد کردگی. از ماه ینور 1 ینور تا 12 فوریه کار کردگیم پولو مون دادگی نیستن. تا حاضر پول مون دوام بیستن حاضر میتیم پگاه میتیم پس دگوار بود که هر 15 روز پس پول میدهیم. چند قدر شد که پولی ما رو نمیدهند و ما رو از کار راندند. اسرائیل میگوید تقریبا 300 مهاجر دیگر در ماریوپول در وضع همسان به حال اویند. آنها همه از روسیه به اینجا آمده بناهایی در جنگ آسیب دیده را تازه و برای تعمیر آماده میکردند. همین خانه‌های ساختگی همین جورا ما کار میکردیم. مهاجران میگویند بیش از 1 ماه است بیکار و بی پول ماندند. ما 3000 از بلیت نداریم که به مسکو برگردیم یگان زندگی آباد کنیم اونجا. اینجا یک جنگ است یک چی است. بردارو قدیمی رو کار آمدنی مرمت اینجا جنبیده استیم. با چنین نوارها جوان طریق اینستاگرام مهاجران را از روسیه برای کار به ماریوپول دعوت میکرد. با آنها برای هر ماه 120,000 روبل جای خواب با تمام شرایط و نقلیاتی بی پول وعده میدادند. ویدیو کردگی جای خوب شد روی کدگی که بیاین جای خوب به پول نه که ما پول میدیم. مهاجران میگویند کسی که آنها را با چنین وعده ها به ماریوپول برد حالا به زنگ های تلفنی جواب نمیدهد و یا سبب های دیگر پیش آورده مبلغ را پرداخت نمی کند. مهاجران از راهبر شرکتی که آنها را به ماریوپول برد حاجی فاضل نام میبرند. یگان کس ندادن نمونده. ماه ینور گرفتگی اینا ماه فوریه 3-4 روز پس میگیرن. این خیلی کسی شما این اینفورماسیون داده اینفورماسیون نادرستند. مهاجرانی که میگویند فریب خوردند به دلیل ناامنی و بی‌خطری خود در ماریوپول اشغال شده نمیخواهند نامشان افشا شود. روسیه شهر ماریوپول اوکراین را پس از جنگ‌های سخت در ماه می سال 2022 غصب کرد. این شهر در نتیجه درگیری‌های شدید خراب شد و حالا روسیه با جلب مهاجران می‌خواهد آن را بازسازی کند. مقامات تاجیک به مهاجران هشدار دادند که به چنین منطقه‌ها نروند. اوکراین ورود خارجیان را به ماریوپول جنایت و مرزشکنی می‌داند. برمیگردیم به تاجیکستان که در این کشور میخواهند صادرات پیاز را از سر بگیرند ولی بازار داخلی نگران است که نرخ آن میل به افزایش دارد. فرزان محمدی در این باره از خوجند گزارش میدهد. در سال 2023 اولین محصولاتی که نرخ آن بالا رفت و خریداران را حیرت زده کرد این پیاز بود. نرخ پیاز در یک ماه آخر در بازارهای تاجیکستان نظر به سال گذشته بیش از 50% بالا رفته است. فروشندگان میگویند با آنها با این نرخ سودا کردن آسان نیست و در بین دهقان و خریدار خجالت زده شدند. شکایت نمیکنن که بچه قیمت شدگی ما قیم خریدم میگه که شما قیم خریدن ما هم آوردن قیم میگوییم ما هم پرابلم تا اینو گرا اومدنه دهقان تو میگیریم که مثلا دهقان هم میگه نمیگه ایسا به همینم اکن آوردنش پرابلم مثلا دسترس کنیم اگر باز هم طرفدار هستیم که نرخ پایان رود خریدار آخر باید نرخ را مثال به تاب دل خود گیرد. این هم در حالی است که حالا صحبت‌ها در اطراف برآوردن پیاز به قزاقستان می‌رود و فعلا نرخ 1 کیلوی آن در بازارهای کشور از 4.5 تا 11 سامانی است. سال‌های گذشته 2 سال پیش نرخ پیاز خیلی هم پایان رفت به خارج فروخته نمیشد. از طرفی که وزارت خوراکواری در تاجیکستان منع کردن امسال باشد از سببی که صاحبکارا بسیار دهقانان زیان دیدن بسیاری ها بس کردند کشتکاری پیاز را. پیاز یکی از محصولات سر استعمال برای عائله ها در تاجیکستان است و هر گونه تغییر نرخ آن مورد توجه مردم قرار می گیرد. بینندگان عزیز برنامه امروز به پایان رسید ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو در وبسایت ozodin.org و همین گونه در صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تیک تاک و تلگرام و ادناکلاسنیکی ادامه دارد. ما فردا شما را در برنامه‌هایمان منتظر خواهیم بود. تا ملاقات های بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.